ورزش میکنم، سالم زندگی میکنم. یه لحظه گفتی ورزش میکنم من. بله. خب میشه بدون خنده بگی اینو که باور کنیم حداقل؟ چجوری باید بگم؟ خب آقا ورزش میکنم. زبان بدنه اصلا زبان بدنیه که تدریس میشه به عنوان دروغ. جدی میگن مثلا دروغ میگه یه دونه سالم بگو ورزش میکنم مثلا بدون اینکه سالم بگم. آره آخه تو یه جوری داری نگاه میکنی با تمسخر. نه بابا نگاه تمسخر. من زبان بدنم میتونه تدریس شه به عنوان تمسخر. چرا دروغ میگی آخه؟ بابا دروغ نگفتم، ورزش میکنم. من از صبح ورزش سر کار ورزش میکنم، تا شبم وقتی از سر کار برمیگردم ورزش میکنم. نرمش. خب چه ورزش میشینم تا خود لوکیشن با ماشین خودم میرم. آقا مگه ما نمیگیم ورزش اتومبیل رانی؟ نه واقعا. آخه واقعا خنده‌دار نیستی؟ نه ورزش میکنم. اگه اتومبیل رانی ورزش نیست، کلاژ میگیری، ترمز میکنی، فرمونو. آقا شما مگه ندیدید توی پارک چند نفر دارن یه چیزی اینجوری میچرخونن؟ بله اون تمرین اتومبیل رانیه دیگه. خب ما هم با فرمون داریم همون کارو میکنیم. تازه بعضی موقع یه دفعه تصمیم اینا میبره خیلی سفت میشه باید. تمام بازوها درد میگیره، باید شبش بریم منیزیم بخوریم. چه خدا.